ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا. ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون بار شده ای مردم چشم، دیده از بحر تو خون بار شده مردم چشم، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، دیده خون بار جدا. ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا.
ای طنین نام تو بر گوش من، ای پناه گریه خاموش من. همچون باران مهربان بر من ببار، ای که هستی مثل ابر نوبهار. در صداقت برتر از آیینه‌ای، در رفاقت باده‌ای بی‌کینه‌ای. ای سپیدار بلند بیقرار، میبرم نام تو را با افتخار. هرچه دارم از تو دارم ای پدر، ای که هستی نور چشم و تاج سر. رحمت بارانی روشن تبار، مهربانی از تو مانده یادگار. سلام میکنم به همه و خوش آمد میگم. ممنون که توی این مراسم بدرقه یک پدر مهربان ما رو همراهی میکنید. میدانی سخت است دلتنگ باشی و راه دلتنگیت به سنگی سرد برسد. میدانی حتی دانستن این که عزیزمان در حال مرگ است نیز باعث نشد آماده رفتنش باشی. بیدار شدن در دنیای بدون او مانند آن که در دنیای بدون آسمان چشمانت را باز کنی غیر قابل تصور است. میدانی مرگ تلخ ترین واقعیت زندگی ماست و امروز کنار هم جمع شدیم تا با مسیح ایزدی، همسر بانو قدسیه و پدر مهربان سارا، سینا و سامان عزیز ودا کنیم. ممنون که همراه ما هستید و ما قدردان حضور پر از عشقتان هستیم. اجازه بدین در شروع برنامه اول از سامان عزیز خواهش کنم که برامون صحبت کنم. درود و علاب‌ها عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان. سامان هستم، پسر مرحوم و شادروان مسیح ایزدی. خیلی ممنونم از اینکه در محفل ما تشریف دارید. این هم تسلی بر قلب بازماندگان هست و همچنین مطمئن هستم که پدرم خیلی خوشحال شده از اینکه شما اینجا تشریف دارید، چون میدونم که پیشمون هست در حال حاضر. دوست دارم اسم این مراسم رو من تذکر بذارم به جای مراسم ختم، به خاطر اینکه ختم یک کلمه کاملا یه بعدیه و نشون میده که یه چیزی داره تموم میشه، ولی من مطمئن هستم که این پایان هیچ چیزی نیست. و برعکسش کلمه تذکر که کلمه چند بعدیه که به همه ما تذکر میده که این دنیا دنیایی است کاملا فانی و دنیایی نیست باقی. ما همه باید بدونیم که تو این دنیا باید بکوشیم که دلی رو به دست بیاریم، نه اینکه دلی رو از دست بدیم، و تا میتونیم به همدیگه عشق بورزیم و همدیگه رو دوست داشته باشیم. خدا رو شکر میکنم که پدر و مادر خیلی خوبی و خدا تو این دنیا به من داد که به من خیلی چیزا رو یاد دادن و بهترین چیزایی که میتونستن برای بچه‌هاشون رو به یادگار بذارن برای ماها گذاشتن، که اونم اخلاق خیلی خوب و عشق ورزیدن به دیگرانه. پدرم همیشه یه قهرمان بود واسه ما و از خدا شکر میکنم که همچین پدری به من داد که به ما آموزش داد چگونه متین باشیم، افتاده باشیم، با منش باشیم و صبور باشیم. اون چیزی به اسم جاودان عشق از خود به جای گذاشت برای همه کسایی که میشناختنش، چه از دور و چه از نزدیک. دوباره از یکایک شما عزیزان تشکر میکنم واسه حضور گرمتون و ازتون درخواست دارم که واسه پدر من دعا بکنید که تو این مسیری که در راه هست، در سفرش به ملکوت اعلی راهی باشه باش.
صحبتم رو با یک مناجات از حضرت عبدالبها به پایان میرسونم. بازم از همتون تشکر دارم. هوالله تعالی، پروردگارا آمرزگارا، نفس نفیسی به ملکوت شهود صعود نمود و از خاکدان فانی به جهان جاودانی شتافت. میهمان جدید است، عزیز فرما، بنده قدیم است، خلعت بدی عطا کن. ای بی نیاز، بیامرز و بنواز و به خلوتگاه راز راه ده و در محفل تجلی همدم و دمساز نما. تویی دهنده و بخشنده و مهربان و تویی آمرزنده و نوازنده و توانا. عبدالبها عباس. متشکرم ازم. پدرم بوی خاک و گندم داشت، دست در دستهای مردم داشت. روی لبهای خسته‌اش یک عمر تاول زندگی تبسم داشت. شطی از آفتاب در چشمش تا دم واپسین تلاطم داشت. با دهان سپیده می‌خندید، او که با سوختن تفاهم داشت. یاد باد آن سپیده، آن امید، آفتابی که بوی گندم داشت. نیلوفر عزیزم، نمیدونم کجا نشستی، ولی ممنون میشم که در کنار ما باشی. سلام و عصر بخیر به همه عزیزان، دوستان و خانواده عزیزمان. ما امروز که برای جشن گرفتن زندگی جدید مسیح ایزدی گرد هم می آییم، می بینیم که خاطرات بیشماری را با او به اشتراک گذاشته ایم. مردی سرشار از پدرانگی. در روزهایی که من تنها بودم و خلأ وجود پدر و مادرم را به شدت حس می کردم، وجود پررنگ و پدرانه او برای من و حضور پررنگش در زندگی دخترم بیتا به عنوان پدر بزرگ تسکین دهنده ما بود. حضور نجیبانه و آرام او حس امنیت و خانه برای ما بود. از خاطرات زیبایی که با هم داریم، زمانهایی که با هم در بازی پانتومیم گذراندیم. عمو مسیح استعداد خاصی در آوردن شادی و خنده به زندگی ما داشت. یکی از بهترین خاطرات زمانهایی بود که تصمیم می‌گرفتیم با هم بازی کنیم و او روحیه بازیگوش و اشتیاق خود را در بازی نشان می‌داد. یک عمل ساده را به لحظه‌ای جادویی و ناب تبدیل می‌کرد. به یاد می‌آورم که چگونه خستگی ناپذیر تمرین می‌کرد و سعی می‌کرد هر ژست و بیانی را کامل کند. اما در انتها وقتی نمی‌توانست منظور خود را با ژست‌ها بیان کند، از صدای سوژه مورد نظر استفاده می‌کرد و آن لحظه را واقعاً خاص و به یاد ماندنی می‌کرد. هجوم خنده‌هایی بود که بر صورت همه اعضای حاضر نقش می‌بست. خنده‌هایی که از شدت ادامه داشتن به صورت اشک چشم می‌شد. شوخی‌هایی درونی ایجاد می‌کردیم و پیوندی که با هر مهمانی بین ما ایجاد شده بود قوی‌تر می‌شد. نقطه قوت عمو مسیح عزیزم نه تنها خلاقیت او در بازی، بلکه توانایی او در ایجاد احساس خاص بودن در اطرافیانش بود. از طریق تعاملات روزمره، او راهی داشت که روزهای ما را روشن کند. همانطور که با مسیح عزیزمان خداحافظی می‌کنیم، اجازه دهید شادی و عشقی که او به زندگی ما آورده بود را ادامه دهیم. بیایید خنده‌هایی که با هم داشتیم و خاطراتی که با هم ساختیم را به یاد آوریم. اگرچه ممکن است او شخصاً در بین ما نباشد، اما روحیه بخشندگی، نجابت، اصالت، مهربانی او همچنان به ما الهام می‌بخشد. از اینکه اینجا هستید تا زندگی جدید مسیح عزیزمان را جشن بگیریم سپاسگزارم. صحبت‌های خودم رو با یک مناجات به پایان می‌رسونم. هوالله، ای خداوند ودود، بنده ات به افق اعلی صعود نمود و
و در ملکوت ابرها ورود یافت. مشتاق دیدار بود، به شاخسار اسرار پرواز کرد. ای مهربان، به گلشن دیدار راه ده و از محفل تجلی بهره مند فرما. روی دلجوی بنما و آن خوشبوی را بنواز و مسرور و شادمان ساز. گناه بیامرز و نغمات بدی بیاموز، تا به آهنگ جان ملأ اعلی را محفوظ نماید. تویی آمرزنده و بخشنده و درخشنده و تابنده و مهربان. عبدالبها عباس. ممنون. ممنونم از سامان عزیز و نیلوفر نازنین. اجازه بدین که از گروه موسیقی دعوت کنم که قطعه مورد علاقه بابا مسیح رو برامون اجرا کنم. بار دیگر زنده شد کودکیم پشت در، خانه ما منتظر چشم به راه پدر. خسته نباشی پدر، رنج و ملالت مباد، گرچه هیاهوی ما کاهش دردت نداد. باز پدر آمد و باز عطر خوش نان رسید، باز پدر معنی آرامش و ایمان رسید. زین سو آن سو شدن کاهش دردت نبود، این که پسر بودمت پاسخ رنجت نبود. باز خیال تو بود از پس این سالها، آمده بودی که باز زنده کنی حالها. باز پدر دیدمت از پنجره آسمان، بوی تو را می شنوم از در و دیوارمان. میخوام دعوت کنم از دردونه آقای ایزدی، تنها دخترش سارا جان، رفیق، دوست، خواهر و نمیدونم دیگه چی باید بگم، نزدیکترین آدمی که تو این سالها من اینجا باهاش بودم و همیشه همراه من بوده.
امیدوارم که تونسته باشم تو این غم و رنجی که این روزها تحمل میکنه تا حدودی همراهش باشم. دوست داریم صحبت‌های سارا رو بشنویم. سارا جان. درود بر همگی شما عزیزان. ممنون تک تکتون هستم برای اینکه واقعا روز کاری هست و از اینکه میبینم همه اینجا هستین واقعا بی نهایت سپاسگزارتون هستم. حدود 5 صفحه نوشتم به انگلیسی، فکر میکردم شاید مهمونای غیر ایرانی هم داشته باشیم ولی نمیخوام از روی این بخونم چون احساس میکنم که از قلبم هر چی که بیاد شاید بهتر و قشنگتر باشه. از پدرم براتون میگم. پدر من واقعا یک فرشته بود. مردی بسیار نجیب، مهربون و بسیار متواضع. تمام سالهای زندگی که کنارش بودیم و من 45 سالم هست و 45 سالی رو که یادم میاد در کنار پدرم گذروندم، هرچی خاطراتم رو مرور کردم توی این چند روز گذشته که بتونم یادم بیاد که شاید یک بار منو یک دعوا کرده باشه یا صداش رو روی من حتی بالا برده باشه. واقعا یادم نیومد و مطمئنم که جاش خیلی خوب هست. میدونم که مرگ پایان زندگی نیست و شب آخری که فرداش پدرم صعود کرد کنار دستش نشستم و دستاشو توی دستم گرفتم و توی ذهنم ازش خواستم که بمونه چون ما شیفت عوض می‌کردیم شبها. یک شب سامان بود و یک شب سینا. شب آخر نوبت برادرم سینا بود و من تقریبا تا ساعت 10 پیش بابا بودم. خواب بود، دستاشو گرفتم و گفتم بابا بمون، چون میدونستم که دیگه داره میره. ازش خواستم که باشه که من در لحظه رفتنش کنارش باشم و دستاشو بگیرم. شب خوابشو دیدم. خواب دیدم که توی آشپزخونه خونه مادرم بودم و داشتم ظرف میشستم و تلویزیون یک دفعه شروع کرد به آواز خوندن و من خیلی متعجب برگشتم نگاه کردم، دیدم که یکی از الواح بهائی‌ها داشت پخش میشد و سرمو چرخوندم و دیدم که پشت پدرم بود، دستاشو بالا گرفته بود و داشت بشکن میزد و داشت میرقصید و چرخید به من نگاه کرد و با نگاهش به من گفتش که من خوشحال دارم میرم و میدونستم از خواب که بیدار شدم میدونستم پدرم داره ما رو ترک میکنه. میگم 5 صفحه نوشته بودم براتون ولی ترجیح میدم که با دعای اللهم یا صبحون یا قدوس که من براتون میخونم. معمولا در دیانت ما بهایی 9 بار تکرار میکنیم این دعا رو ولی روی رقم 3 و هم وای میستیم. دوستان عزیزم که بهایی هستین و حضور دارین خوشحال میشم که منو همراهی کنید و در حینی که دعا میکنید ازتون خواهش میکنم که کمک کنید به روح پدرم که بتونه صعود بگیره و به جایگاهی که باید برسه. اللهم یا سبوح یا قدوس یا حنان یا منان فرج لنا بالفضل والاحسان انک رحمان منان اللهم یا سبوح یا قدوس یا حنان یا منان فرج لنا بالفضل والاحسان انک رحمان منان اللهم یا سبوح یا قدوس یا حنان یا منان فرج لنا بالفضل والاحسان انک رحمان منان.
ممنونم از همه شما عزیزان. مرگ پایان کبوتر نیست، مرگ در ذهن عقاقی جاری است. فراموش نکنیم مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است و زندگی لاجرم ادامه دارد. چه بسا برای پاک سیرتان لذت مرگ همچون بوییدن گلی خوشبوست. اجازه میخوام ازتون دعوت کنم از آقای محمد بهبودی تا بیان و گوشه از خاطراتشون رو بابا مسیح برامون بگن. I've known Salman and his family for about 20 years now. This was when I was 17. I came to Canada as a refugee on my own without any family, and Salman was the first friend that I had over here. And at some point during that time, I broke my leg. I had no family here. I was homeless. I had no money, and Masih and his family took me in. I lived with them for a while. He helped me heal, and he treated me like a son, like one of his children, and shared what they had with me. Might not have been a rich man, but he had wealth that money could never buy. And any success that I've had so far in my life, I attribute to Salman, Masih, his family, everyone sitting over here. And I don't feel like I ever thanked him and thanked his family as much as I should have. So I'm hoping this, at least one last time, to Masih himself. I just want to illustrate what a kind person he was, because he did not have to take me in or help me out at all. And just want to share this story with everybody. And we will definitely miss him, but we will never forget him. Thank you. Thank you. دعوت میکنم از آقای جناب فهندج گرامی شرح حال کوتاهی از زنده یاد مسیح ایزدی رو برامون بگن و زحمت میکشن نماز بابا مسیح رو برامون تلاوت میکنن. آقای فهندج عزیز. یا الهی هذا عبدک الذی آمن بک و بآیاتک و توجه الیک منقطعا عن سواک انک انت ارحم الراحمین اسألک یا غفار الذنوب و ستار العیوب بأن تعمل به ما ینبغی لسماع جودک و بحر افضالک و تدخله فی جوار رحمتک الکبری التي سبقت الارض و السماء لا اله الا انت الغفور الكريم الله ابها انا كل لله عابدون 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 انا كل لله عابدون
انا كل لله عابدون انا كل لله عابدون انا كل لله عابدون انا كل لله عابدون انا كل لله عابدون انا كل لله ساجدون 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 انا كل لله قانتون انا كل لله قانتون الا كل لله قانتون انا 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 كل لله ذاكرون 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 انا كل لله شاكرون 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 انا كل لله صابرون 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 انا كل لله صابرون. خدا را سپاس میگوییم که حضور فیضبخش عزیزانی که ما را در سوی که پیش آمده یا رساندن سبب شد تا توانستیم بر آنچه تقدیر رقم زده است تسکین پیدا کنیم. درود ما نثار قدوم شما. مریم عیسی جان بلا مکان و روج نمود، قفس وجود از طیر محمود خالی ماند و بلبل قدم به صحرای عدم رو نمود. انلی بلاهی بر صدره ربانی به خروش آمد، سرادق عزت بردرید و همای رفعت از شاخسار بهجت برپرید. افلاک های بلند بر خاک تیره بنشست و نعره ها از دل پردرد برخاست. آب گوارا به خون تبدیل شد و صحن فردوس برین به خون آمیخته. ولی تیر قضای الهی
و کمند بلای نامتناهی را گردن عاشقان شایق. هر کجا خدنگیست بر صدر احباب وارد آید و هر جا غمیست بر دل اصحاب نازل گردد. عاشقان را چشم تر باید و معشوقان را ناز و کرشمه شاید. حبیب اگر صد ناله سراید محبوب بر جفا بیفزاید. اگر شربت وصال خواهی تن به زوال درده و اگر خمر جمال طلبی بر وادی حرمان پانه. مریما حزن را به سرور بچش و غم را از جام فرح درکش. اگر خواهی قدم در کوی طلب گذاری صابر باش و رخ را مخراش و آب از دیده مپاش و از بی صبران مباش. پیراهن تسلیم پوش و از باده رضا بنوش و عالمی را به درهمی بفروش. دل به قضا دربند و به حکم قدر پیوند. چشم عبرت برگشا و از غیر دوست در پوش که انقریب در محضر قدس حلقه زنیم و به حضرت انس رو آریم و از بربط عراق نغمه حجازی بشنویم و با دوست ملحق شویم. ناگفتنی بگوییم و نادیدنی ببینیم و ناشنیدنی بشنویم و به آهنگ نور هیکل روح را به رقص آوریم و در حریم جان بزم خوشی بیاراییم و از ساقی جلال ساغر جمال برگیریم و به یاد رخ ذوالجلال خمر بی مثال در نوشیم. چشم را از آب پاک کن و دل را از حزن برو و قلب را از غم فارغ نما و به آهنگ ملیح برخوان گر تیر بارد در کویان ما گردن نهادیم. الحکم لله. خیلی ممنون دوستان عزیز. لطفاً همجور که کم کم آماده میشیم برای مراسم خاکسپاری از خودتونم پذیرایی کنید. شرایطش پیش نیامد زمانی که نشسته بودین این کار انجام بشه. ممنون میشم و بازم تشکر میکنم از طرف خانواده ایزدی که تشریف آوردین و باعث تسکین دل این خانواده داغدار شدیم. متشکرم.
رسمیه رسم زمونه قصه برگا باد خزونه میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه کجاست اون کوچه چی شد اون خونه آدماش کجان خدا میدونه بوته یاسه بابا جون هنوز گوشه باغچه توی گلدونه عطرش پیچیده تا 7 خونه خودش کجاست خدا میدونه میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه تسبیح یا مهره آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه 45 سال شوهر من بود. 45 سال. تمام آقاهایی که اینجا هستید همتون پند بگیرید. مرد باید جوری باشه که وقتی رفت زنش حسرت بخوره که چرا رفته. حسرت میخورم که چرا رفته. ازش درس شکیبایی، درس محبت، درس گذشت، درس دوست داشتن، درس هر درس انسانیتی که بگید من از این مرد آموختم. هر کی به هم بدی میکنه میبخشم، چون ازش یاد گرفتم. 18 سالم بود رفتم تو خانواده این مرد. همشون مهربونن. از خدا تشکر میکنم. خدایا شکرت، خدایا من چه کار کرده بودم، خدایا من چه خوبی در حق مردم کرده بودم، چه خوبی پیش تو کرده بودم که منو لایق همچی مردی دونستی. هر زنی که مردی مثل من داشته باشه روزی 100,000 بار باید شکر کنه، شوهرشو بکنه سنگ سجده و سجده کنه. من باید این مرد رو سجده میکردم. این مرد قابل سجده بود. این مرد سنگ سجده بود. سنگ سجده بود این مرد. این مرد هیچ بدی به هیچ کس نکرد. رو سفید از دنیا رفت. به تمام مردم خوبی میکرد. از بدی تمام مردم میگذشت. وقتی یکی بی احترامی میکرد من ناراحت میشدم. گفت بده دست زمان، زمان ادب میکنه، تو ناراحت نباش، خودتو کثیف نکن، روحتو کثیف نکن، زمان درست میکنه. هیچی ازش ندیدم. هیچ وقت ندیدم داد بزنه سر من. هیچ وقت ندیدم فریاد بزنه سر بچه‌هاش یا سر من. هیچ وقت ندیدم غیبت کسی رو بکنه. 45 سال ندیدم. خدا شاهد جمال مبارک از من ناراضی باشه.
من ناراضی باشه ازم، من بنده بد جمال مبارک باشم اگر بگم یک بار دیدم این مرد غیبت کسی رو بکنه. اگر شماها شنیدید منم شنیدم، از هیچ کس کینه نمیگه، همیشه میگفت بده دست زمان، خودتو ناراحت نکن. برای همینم من از هیچ کس تو زندگی ناراحت نیستم، از هیچ کس. ازش درس محبت یاد گرفتم. به حتی مادر، جای مادر خودمه میگم قربونت برم مادر، احساس میکنم مادر همه هستم. لادر من به بابات نمیگفتم مادر؟ میگفتم یا نه؟ مامان همه بودم، به خاطر که ازش یاد گرفته بودم که مثل مادر مهربون باشم. و واقعا هم تا آخر عمر بهت قول میدم، قول شرف میدم، برو راحت باش. هر درسی که ازت یاد گرفتم به اون نونی که باهات خوردم از این به بعد عملی میکنم. کمه بفهمن که من و بچه ها تربیت شده تو بودیم. من 18 سالم بود، شوهرم 30 سالش بود. تربیت شده این خانواده بودم و هستم. تربیت شده این خانواده و هستم. روح مادر شوهرم شاد که دیگه هرگز کسی منیره‌ای به دنیا نمیاره که مادر شوهر من بود. روح پدر شوهرم شاد که هرگز دیگه خلیلی به دنیا نخواهد آمد. و روح شوهرم مطمئنم شاده، هر سه تاشون در بهشتن. سیامکم هم تو بهشت همراه پدر و مادر بزرگ. افتخار میکنم که فامیلم خانم ایزدیه. افتخار میکنم که شوهرم ایزدی بود. افتخار میکنم که پدر سارا، سامان، سینا، سیامک مرحومم بود. هممون افتخار میکنیم به وجودش. ممنون که همتون اومدید. ممنون که به حرفام گوش دادید. متشکرم. قربونت برم. برو راحت باش، آرامش داشته باش. مطمئن باش، قولت میدم همون زنی باشه که همیشه بودم، هیچ وقت تغییر نکنم. همه رو ببخشم مثل تو، همه رو دوست داشته باشم مثل تو. دوست دارم جا بدم. باده خزونه میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. کجاست اون کوچه، چی شد اون خونه، آدماش کجان خدا میدونه. یا بهاءالله، یا ای خدا بنده میمونم، این یار عزیز را بپرور و تارکش را به افسر عطا زینت بر. سلام ای غروب غریبانه دل،
سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ ای شعر شبهای روشن، خدا حافظ ای شعر شبهای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی می سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا، اگر شب نشینم اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا، به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل